نگه عمو جان نگه برو بالا برو بالا مرحله سوم ببین این عمو جان بخور بشوره ببره خانم جوان بیا بشیگرت بخور رفیق با مرام من کجای دنیایی بدون تو برای من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی. در ابتدای هم باید تشکر ویژه بکنم از مجموعه قفسه بندی وکیلی به مدیریت آقای مهدی وکیلی که ما را در این راه همراهی کردن. یه تاج گل بزرگی آوردن که از در تو نیامد. اگه میخوای قفسه بگیری به کل ایران هم ارسال داره. با شماره تماس 0912555 2555 3555 4555 و خطرون دیگه قفسه بندیه. اونی که تا به سحر بیدار بود مادر بود آره نرخر بود. چی مادر بود؟ من دیشب یه مجلسی دعوت بودم اونجا مادر بله اونی که شب به سحر بیدار بود شجر بود دل شده یه کاسه خون به لبم داغ جنون به کنار نمره 20 گلاسو پدری نور جواسو دختر خوشگل شهر بریا اون که جای تو قصه آسو موهای یک شب شیطون دلای خیلی پریشون عشق دلون عشق مهمون. آقای محترم عشقم مرده حرمت نگهدار. تو اگه حرمت حالت بود اینقدر به خودت نمیمالیده. جونم براتون بگه مرد نازنینی بود. آقا نه اهل دختروازی بود، نه اهل دود بود، نه اهل تلخوچی. ولی هوای دختر خانمای جوانو خیلی داشت با اون صورتش. این بزرگوار یه شعار خاصی داشت میگفت من شاخ نیستم ولی شاخ میشکانم. عجب بالا و پایین داره دنیا، عجب این روزگار در سرده با ما. قله‌ای که خدا بیامرز تپه نریده تو هیچ گله‌ای نذاش بمونه. 20 دقیقه بعد از اینکه خاکت میکنن سر سفره به فکر اینن که نوشابه زرد بخورن یا مشی، پس به خاطر حرف مردم زندگی نکن. از کیرو چه غمگین موهایش. خفه شو بابا، من تا همه مراسم‌ها دوغ میخورم. مسخره شو در آورد. بابا مرحوم نه تنها روحش شاد شد، مراسمش هم خدا بیامرز خیلی شاد شد. میخوام یه چیزی بهت بگم جنبشو داری به تمکزر جانور، هیچ وقت با ماشین مردم نری سر قرار. خدایی نکرده تصادف کنی تا آخر عمرت بدبخت. یه چیزی میگم در حد گله اذیت میشم بس که چشمات خوشگله. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی میکنی میشنوی یه چیزی میگم بهت شاید نکنی باورش، ولی من مست چشات شدم تا همین آخرش. یه چیزی بهت بگم بخندی هر کی پشت ترد بزن من میگم چیزی نمیگم ندم بشکون نیستم چیزی چی نوشته برام ای وای یعنی چی مسخره‌شو در آوردی؟ مراسم خزم یا کنسرت؟ پولم بدی میخوام برم. پولم؟ چقدر پول دادی؟ کلا 5 تا بیانیه داده بودی دیگه. داداش پولشو بری صورتش بزنه به سکینم. باشید زن کنیم بریم بیرون.
حامد راستیتش 555 تومنش مونده. تو که جایی نرفتی، اینو کجا خرج کردی؟ شمسی رو فرستادم بره 6 ماه هست. چیش چی؟ من پول اینو از کجا بیارم بدم؟ بکن سر صورتش. حالیت میکنم. اکبر اصغر مهدی مسعود برسه. خدا برسم به دادت، خدا برسم به دادت، کاری سرت بیارم اسمت بره عیادت، تا تو باشی برای من دیگه حسرت نیاری، پارو اصاب منو ای مردم. رفیق من سنگ صبور غمهام، به دیدنم بیا که خیلی تنهام، هیچکی نمیاد داغ تو نبینم ما مردم تو نگران باشی. کوکا تهش ماشین خودمو میارم ایزارم جاش کوکا. بابا حامد ول کن دیگه، همه چی درست میشه. خدا چی درست میشه؟ تا آخر عمرم هم کار کنم هیچ چی درست نمیشه. کاش مهدی تا کی باید حسرت بچهای بالا شهر رو بخورم؟ آقا چرا باید دغدغه من این باشه 5 روز سگ دو بزنم تا پول صافکاری ماشین رو به دست بیارم؟ ما کی میخوایم یه زندگی سالم داشته باشیم؟ اصلا ما از زندگی چی خواستیم به جز یه شادی و دلخوشی و آرامش واسه ننه بابامون؟ داش مهدی شده 30 سالمون و هیچی نداریم و هشتمون گروه نوعمونه. اصلا الان اگه کل دنیا رو به من بدن و یه لذت 20 سالگی رو داره. همین مهدی ما 20 ساله نتونسته یه عروسی واسه خودش بگیره. همین پسرش عقده شده مسخوردن که واسه خیلیا خنده داره. همین مرتضی عقده بچگیاشو داره، هی میگه لامبورگینی دارم، کشتی دارم. کوکا ولی ما 6 تا لامبورگینی دارم. با مرتضی خفه شو، زر نزن. طرف تو یه شب 20 میلیون داره کوکائین میزنه، ولی ما رو هم رفته نتونستیم 10 میلیون جمع کنیم تا این ماشین رو درست کنیم. آقا بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، اصلا حبسشو میکشم. داش حامد واسه حبس شما هم حساب کن. داش حامد پسر خالت اومده. داش حامد جلوشو بگیریم نذاریم بیا تو. داش مهدی ملک برای خودشه، چطوری جلوشو بگیریم؟ بذارین خودم حلش میکنم. سلام پسر خاله، چکری. پسر خاله الان چرا اومدی؟ ناراحتی تا برگردم. نه دورت بگردم، قرار بود 10 روز بعد برگردی آخه. شکر خدا کارام زود راه افتاد، منم زود برگشتم دیگه. خب بیا بریم توی آب میوه چیزی بخور. نه مرسی، من دیر کردم، باید برم تا جای کار دارم. خب بیا برات استم میگیرم برو. قربونت برم، من حسابی دلم برای پسرم تنگ شده، باید برم سوار ماشین. پسرت خوابه، بیا بریم یه چای چیزی بخوریم. چرا میگی بابا ول کن، چرا نه من به پسر خالم چی بگم؟ ایوا خدا وکیلی درستش میکنم، من مقصر من نبودم. پسر خاله چیه درست میکنی؟ جونم به این پسر خوشگلم. اوکی اوکی ردیفه ها. پسر خاله معلومه حسابی خسته ای ها، برو یه استراحت کن، برگردم میخوام مسئولیت اینجا رو بهت بدم.